قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله مولانا العظیم. بزرگان محترم، جوانان عزیز و هموطنان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان نهایت عزیز، صحبت من در خطبه عید الحمدلله به شکل جامع نکات و محوری را در بر داشت که ما باز هم به اون نکات یک اشاره دارم انشاءالله به شکل مختصر. صحبت ما پیرامون چند محوری بود که در رأس ما از رمضان مبارک چی آموختیم، رمضان به ما چی درس داد. شک نیست که بسیار چیزها آموختیم و باید این دستاوردهای بزرگ با خود حفظ بکنیم. ما در رمضان مراقبت نفس آموختیم، به این معنا که در هر گوشه‌ای که می رفتیم با داشتن ایمان قوی و وجدان قوی به این که الله تعالی ما را می بیند، چنانچه که حدیث شریف پیرامون کلمه احسان که در قرآن در چندین جا استعمال شده است، از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم وقتی که جبرئیل پرسان کرد ما الاحسان، فرمودند ان تعبد الله کأنک تراه. خداوند را به قسم عبادت بکن گویا این که خداوند را به چشم خود میبینی. چرا؟ فإن لم تکن تراه، اگر تو به چشم ظاهری خود خداوند را دیده نمیتانی، فإنه یراک، الله تعالی تو را میبیند. بناءً در رمضان مبارک همین حس و همین وجدان در ما و شما زنده شد، به این معنا که ما در پنهان هم الله تعالی را حاضر و ناظر دانسته روزه خود حفظ میکردیم، در حالت آشکار هم الله تعالی را حاضر و ناظر دانسته از گناه ها اجتناب می‌ورزیدیم. همین وجدان و همین ایمانی که با ما و شما الحمدلله نصیب شد از خلال رمضان مبارک و روزه های رمضان مبارک، این را با خود باید داشته باشیم. و رمضان مبارک به ما درس‌هایی داد که در پالوی از این که ما مراقبت نفس، تربیت نفس، کنترل بالای نفس، تزکیه نفس، ارتباط با مساجد، التزام با نمازی با جماعت و همچنین تلاوت قرآن، ارتباط با قرآن پاک، شبها را لله الحمد خصوصا طبقه جوان که خداوند جل ذکره همه هموطنان عزیز ما را در حفظ و پناه خود داشته باشد، خصوصا طبقه جوان که سرمایه بزرگ کشور است. من وقتی که با جوانای خود میبینم
با شوق علاقمندیشان بخاطر دینشان میبینم، با روی آوردنشان با آدرس اصلشان یعنی دینشان. وقتی که میبینم روز به روز امیدواریم بیشتر میشود و یقینم پخته‌تر میشود که انشاءالله آینده در قلمرو اسلام است و انشاءالله جوان امروز ما با جوانی 23 سال 20 یا 30 یا 35 سال یا 40 سال پیش فرق میکنند. امروز مساجد ما از جوانا پر میشود. ما شب 21 ختم داشتیم، لله الحمد این مسجد پر بود، بعد مسجد همه پر شد، صحن مسجد پر شد و همچنین همشیره های عزیز مسجدشان و صحن مسجدشان پر شد. حتی برادرها جای نمازها را بیرون از احاطه مسجد انداختن به همشیره ها و همچنین برادرها در راه ها ایستاد شدند و اکثریت مطلق جوانا بود. بهترین پیام است، بهترین مژده نیکی است که جوانای ما الحمدلله آدرس اصل خود پیدا کرد. جوانای ما به گمراهی نمی روند. انشاءالله امکان دارد یک تعدادی از جوانای ما که ما در برابر اونا مسئولیت داریم که از دستشان به شفقت و محبت بگیریم، نگذاریم که مغرضین و دشمنان اسلام از خلال تهاجم فرهنگی و یا اینکه از خلال سریاله های مبتذل ترویجی و یا پخش فرهنگ ناپسند جوانای ما را به بیراهگی و یا به گمراهی بکشاند. مسئولیت ما داریم که از دست جوانای خود بگیریم به شفقت، به محبت، به مهربانی، چه قسمی که پیغمبری بزرگمان علیه السلام به ما این راه را روشن ساخت. یک مثال کوچک که پیغمبر علیه السلام به یک جوانی که میخواست بیراه شود چه شکل این مرض را تداوی میکنه و از دست جوان چطور میگیره. و در اینجا ببینیم چقدر آزادی است در مابین رهبر و در مابین رعیت. یک جوان میآید به پیغمبر علیه السلام عرض میکند که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم وضعم خیلی خراب است، نفس بالایم غالب آمده است، میترسم که مرتکب گناه میشم، میترسم که به زنا دست نزنم. آیا پیغمبر علیه السلام به سلی دروش زد؟ هرگز نه. میبینیم که چطور برخوردی مشفقانه، خب بیشک قرآن رحمتش گفته است، چطور نسخه مجرب و چقدر تشخیص درست و دوایی چقدر عالی دست مبارکش در سینه جوان میماند. میگه فرزندم آیا همین کار را با خواهر خود میپسندی؟ گفت نه خیر. با مادر خود؟ گفت نه خیر. با عمه و خاله خود؟ گفت نه خیر. گفت هر کس خواهر دارد، مادر دارد، عمه دارد، خاله دارد. میگه این الفاظی شیرین و دلنشین که از زبان مبارکشان صادر می شود، از گوش ما عبور کرده در قلب ما جایگزین می شود. از اون به بعد ما فکر می کردم که ما یکی از فرشتگان آسمان هستم. ببینید روشی تداوی و اصلاح یک جوانی که او می خواهد که به طرف گمراهی حرکت کند. دوستان نهایت عزیز، این مسئولیت علمای عزیزی ماست که واقع هم که نقش بزرگی را در جوامع اسلامی و مسئولیت و رسالت بزرگی را به دوش دارند که با یک جوان چه قسم برخورد بکنیم و چه قسم بتانیم که او را به طرف راه هدایت در روشنی فرمان خداوند جل ذکره ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، بر راه پروردگارت مردم را به حکمت و به موعظه و پند درست مردم را دعوت کن. این دین اگر با اسلوب و شیوهی درست عرضه شود، قسم به خدا غیر از یک تعداد معاندین، مغرضین و دشمنانی قسم خورده که علیه این دین با اساس تعصب می جنگند، تمام کره زمین این نور می پذیرد. اینجاست دوستای عزیز که ما به لطف پروردگار که امسال مشاهده می کنیم از سالهای گذشته بسیار تفاوت است. این لطف پروردگار است. و صحبت ما
که در نماز یا در خطبه عید داشتم، جانبی دیگرش به پیام عید بود که ما عید چه پیامی داره. ما امت اسلامی به شکل عام و با ملت افغان به شکل خاص، عید پیامی اول که حدیث شریف از صبح خواندم مفهومش نیست که پیام مغفرت، پیام بخشش گناهان که خداوند جل ذکره و فرشتگان میگه بندگان ما جمع شدن بعض از ادای فریضه روزه و دعا میکنن، حاجتشان را از من میخواهن، قسم به عزت و جلال و قسم به مکانت و جایگاه خود که لأجیبنهم، بدون شک دعایشان قبول میکنن. بناهن عید پیام مغفرت و بخشش و همچنین پیام دوستی و محبت با دلهای پاک، با ضمیر پاک، با وجدان پاک. ما چطور بتانیم که در صفحه زندگی خود تجدید نظر بکنیم؟ اگر روابطمان با فامیلمان تیره بود، با برادر مسلمانمان تیره بود، با همسایه من روابطی تیره داشتیم، با شریکای کارمان، با افرادی که در یک اداره با ما کار میکنن، تجدید نظر بکنیم. روابط دوستانه، آنچه که از عید، از پیام عید با خود داشتیم، با خود داریم، دوستانه، در فضای محبت زندگی، در فضای دوستی، در فضای تعاون، چون از رمضان تعاون آموختیم. و همچنین پیام عید پیام صبر است که ما از خلال یک ماه رمضان صبر کردیم و این نفس تزکیه شد، تربیت شد. نباید این دستاورده های بزرگ رمضانی را خدا ناخواسته ما در چند لحظه و چند دقایقی که به عنوان روزهای عید متاسفانه از خلال برگزار کردن کنسرت های مبتذل و کشاندن جوانان به محافل نامشروع خدا ناخواسته همه چیز از دست بدیم. نخیر، زحمت کشیدی یک ماه، این زحمت های خدا با خود نگاه کن، با خود حفظ بکن. و همچنین ما در صحبتی که داشتیم پیرامونی، چون هفته آخر رمضان هفته شهدا و شهید بود، ما گفتیم که پیام شهدای ما با چند تجمع یا کنفرانسای تشریفاتی و با زرق و برق خلاصه نمیشه. شهدای راه حق و شهدای راه اسلام که به خاطر سربلندی اسلام و دفاع از خاک پاکش جانهای شیرین خود دادن، اونها پیامشون دیگه چیز است. این نیست که ما تجمعی داشته باشیم، کنفرانس‌های پرتکلفی با تشریفاتی داشته باشیم که مصرف گزاف و فقط تنها و تنها به استفاده از نام شهدا بتانیم که امو افکار خدا و یا اهداف خدا برآورده بسازیم. اهداف شهدا والاست، بلند است، چنانچه که در سوره مبارکه آل عمران می آید. شهید به بازماندگان خود، به امت اسلامی فریاد میزنه روح شهید که من نائل شدم به نزد پروردگار و مقربترین مکان، شما هم بشتابید. یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین. به این راه در حرکت باش. آرمان شهید سربلندی دین خداوند، آرمان شهید مقاومت و جهاد علیه دشمنان خدا، آرمان شهید دفاع از مقدسات اسلام، دفاع از کعبه مشرفه، دفاع از قرآن عظیم، دفاع از ناموس رسالت، دفاع از دین مبین. این آرمان شهید است و این خط باید حفظ شود، نه به چند کلماتی با زرق و برق و تشریفاتی. حقوق شهدا به این چیز ادا نمی شود و صدها نه، بلکه میلیون، بیشتر از میلیون، شاید 2 میلیون، شاید بیشتر باشد شهیدای گمنامی داره که به خاطر خداوند جانهای خود نثار کردند.
به خاطر رب العالمین و سربلندی دین خداوند و به خاطر دفاع از خاک اسلام و از معتقدات، از مقدسات، از عفت و کرامت سرزمینشان جنگیدن در راه خدا، ولی نام و نشانی از اونها نیست. نامشان پیش خدا ثبت است، درجهشان پیش خداوند حفظ است. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. هرگز گمان نکنید درباره کسانی که در راه خداوند کشته شدند، گمان نکنین امواتا که اونها مردگان هستند، بل احیا، بلکه زنده هستند. عند ربهم یرزقون، و نزد پروردگارشان رزق میخورند. حقوق شهدا و یا آرمان شهدا، تعقیب از راه شهید، حفظ خط شهید، حفظ فکر شهید. چون این قافله تا به روز قیامت این قافله روان است. پیغمبر اعظم صلی الله علیه و سلم می فرماید که گروهی از امت من همیشه در راه خدا به خاطر سربلندی دین خدا می جنگند. نه جور جابر و نه عدل عادل ایشان را از این راه منصرف ساخته می تواند. و صحبتی داشتم پیرامونی کلیسایی که تصمیم گرفته است که هفته را با نام هفته سوزانیدن قرآن اعلان بکند. اگرچه بعضی از دوستا گفتن که کلیسا منصرف شده است، من در صحبت خود گفتم منصرف شدن کلیسا به خاطر از این نیست که ما از او تشکری بکنیم، بلکه متشکر هستم، شکری الله را بجا میکنیم و تشکر میکنم از علمای عزیز کشور خود و از علمای جهان اسلام و از مسلمانان خود، از جوانان عزیز خود که هر لحظه سر خود را در کف دست گرفته انتظار هستند که چه وقت اجازه داده می شود یا فرصت میاد که در راه خدا به خاطر دفاع از قرآن، از پیغمبرشان، از دینشان، از مقدساتشان، از خاکشان قربان کنند. بناءً در صحبت خود گفتم که ما از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، از حکومت آقای اوباما تقاضا میکنیم که کلمات به چند چیز یا موضوع به چند کلمات خلاصه نشود که خواهش میکنیم که کار نکنیم. نخیر، کلمه خواهش نیست. اگر جرم و جنایت صورت بگیرد به یک کلمه من متاسفم یا I'm sorry اکتفا شود. نخیر، یک وقفه کوتاه که من در صحبت خودم ذکر کردم، یک موازنه ما بین ما مسلمان ها و ما بین او کلیسا نشینی که امروز علیه عقیده 1,700,000,000 مسلمان میخواهد که مرتکب جنایت شود. اون ادعا میکند که من پیروی عیسی هستم، پیروی از عیسی میکند، اگرچه متاسفانه عیسی را بچه خدا میگه و مرتکب شرک میشه در حق عیسی و در حق مریم علیهم السلام. ولی فرزندان اسلام از شرق و غرب و شمال و جنوب همه به عقیده هستند که اندک بی ادبی در حق عیسی کفر است. هر مسلمانی که در هر گوشه زمین اگر درباره حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام که پیغمبر اولوالعزم خداست اندک بی ادبی کند، او اعدام می شود. ولی چی تو میگی که ما میخوایم که زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم و ما با عیسی و با مریم اندک گستاخی را کفر میدانیم و اون شخص را از ملت اسلام بیرون میدانیم، مباح القتل میدانیم، با او اجازه نمیتیم و تو ادعای از یک طرف احترام متقابل میکنی. کدام وجدان و ضمیر به تو اجازه میده که در مقابل چنین امتی، در مقابل چنین کتابی که حقیقت عیسی را و حقیقت مریم علیهم السلام مثل آفتاب روشن ساخته است و جعلنا من مریم و امه آیه قرآن میگه
ما بچه مریم عیسی و مریم را آیاتی از آیات خود آفریدیم. در مقابل چنین کتابی با کدام وجدان و ضمیر تو اعلان خیانت میکنی و اعلان میکنی که این کتاب آتش زده شود؟ پس مجرم هستی یا خیر؟ پس مسئول هستی یا خیر؟ یک دوم، یک چیز ناگفته نمانه برات بگم. اگر تو شاید قسمی که در صحبت صبح موضوع را ذکر کرده بودم، اگر تو 1001 میلیون نسخه قرآن پاک والعیاذ بالله اگر آتش میزنی، با میلیون ها فرزندان اسلام در سینه و قلبشان قرآن حفظ کردن، با چنین سینه های پاک چی کرده میتوانی؟ 3 اگر تو آتش میزنی به نسخه های قرآن، فکرت باشه 1.5 میلیارد انسان قلبی ازوره، آتشی که در برابری دفاع از دین خود دارد، آتشی ازوره شعله‌ور میسازی، اون آتش تو را فرو میبرد. اینجاست که باید فکر کنی. باری دیگر تکرار میکنم تقاضای خود را از حکومت آقای اوباما که موضوع را به جدیت بگیرد و همچنین از تمام کسانی که در غرب طرفدار چنین جرمی نیستند، طرفدار چنین جنایت نیستند، که اونها فشار بیارن تا اینکه این جنایت و این جرم را مرتکب نشوند، وگرنه مسئولیت به دوش خودشان است. از تمام مسلمانانی که در ایالات متحده امریکا زندگی میکنند و از تمام کسانی که با اونا هماهنگ هستند خواهش معنی است که نقش فعال را باید بازی بکنند. یک مش یهودی بدماش، صهیونیست‌های اوباش امروز در تقدیر ایالات متحده امریکا مسلط است و امریکایی های مظلوم بیچاره را در هر جا میکشن و میجنگانند به خاطر تامین منافع اسرائیل. شما مسلمان های خوبرده نقشتان کجاست که علیه مقدساتتان میخواهند که توهین و اهانت بکنند؟ اینجا باید موقفی صریح داشته باشیم و با استفاده از قانونی که در اونجا قانونی اساسی است که تمام ادیان احترام می شود. اجازه قانون امریکا نمیدهد که به هیچ دینی اهانت شود. اگر در اینجا چنین جرمی صادر شود و صورت بگیرد، دستورتان باید شما چیر بکنین و در زبالدان بیندازین یا قانونتان. از تمام حکومت‌های جهان اسلام تقاضا کردم در صحبت صبح که شما معامله‌گری را پشت سر بگذارین. تمثیل از 1.5 میلیارد انسان میکنین، تمثیل از امت اسلامی میکنین. نباید در اینجا مسئله معامله‌گری و مسائلی که اصلا با روح اسلام و با روح امت سازگار نیست او را در پیش بگیرین، بلکه قاطعانه موقف بگیرین. اگر چنین جرم صورت میگیرد، باید بالاتفاق جهان اسلام روابط خدا با کشوری که در اونجا جرم صورت میگیرد و با کشورهایی که حمایت میکنن از این جرم روابط خدا قطع کنند. و همچنین از امت اسلامی خواستم که در هر جایی که می باشند بالای حکومت‌های خود فشار بیارند تا اینکه این جرم صورت نگیرد. اگر صورت گرفت، باید امت بالای حکومت‌های خود فشار بیارند که قطع روابط، چرا که این یک بار نیست. هر مقطعی که عبور میکند یک بار نبض امت اسلامی را میبینند. گاهی به شکل سلمان دشتی کسی تبارز میکند و گاهی هم قرآن پاک در گوانتانامو توهین میشود و گاهی هم کاریکاتوری پیغمبری بزرگوار اسلام اهانت بار زیر عنوان آزادی بیان میکشند و به بازارهای خود عرضه میکنند. باز هم تکرار میکنم موضوع را که باید جهان غرب متوجه باشد که مسلمان ها زندگی پرآشوب نمیخواهند،
کلمه اسلام از سلم گرفته شده است. ادخلوا فی السلم کافه، سلامتی، زندگی مسالمت آمیز. و این جنحوا للسلم فاجنح لها. قرآن میگه اگر دست خود پیش میکنن به سلام و یا اینکه به صلح، باید تو خود به صلح و تسلیم بدی، دست خود پیش بکن، به خدای خود توکل بکن. دین اسلام دینی مسالمت آمیز است. دین مبین اسلام به اتباع خود اجازه نمیدهد که اندک حرکاتی بکنند که عقیده دیگران متأثر شود یا اهانت شود. قسمی که پیشتر عرض شد، بناهن باید قاطعانه از چنین جرمی و از چنین جنایتی جلوگیری شود، وگرنه در آینده تمام مسئولیت به دوششان است. و اگر اثرات منفی به چنین جرمی اگر مرتب می شود، در اونجا مسئولیت به دوش مسلمان ها نیست. و همزمان از امت اسلامی تقاضای بنده و برادر کوچکشان اصالتا از طرف خود و وکالتا از طرف ملت شریف خود امیست که حق دارن مسلمان ها که در هر جا بر مقدساتشان اگر توهینی می شود، اونها میتونن که نفرت و انزجار خود اظهار بکنن، ولی به شکلی درست و به شکلی منطقی، نه اینکه خدا ناخواسته ما احساساتی شویم و با هم در مابین خود ما را بجنگانن خدا ناخواسته و باعث ضرر و اذیت به خود شویم یا خود متضرر بسازیم. نه خیر، با منطق رسای اسلامی، با شیوه های درست، با فشارهای سیاسی و همچنین با منطق قوی بتانیم که ما فشار خدا بالای دشمن بیاریم تا اینکه بفهمد که این دین دین خداست و اسلام عبارت از چند معامله‌گر نیست، بلکه با وجود همه مشکلات جهان اسلام عبارت است از امت جان فدا و جان نثار به خاطر قرآن و به خاطر پیغمبر و به خاطر مقدسات و عقیده خود انشاءالله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.